بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. دو طفل با قلب پاک از یکی دیگه پرسان میکنن که الله کیست؟ الله در کجاست؟ این قصه یک فامیل فقیر است، در یک قریه زندگی میکنن که 5 نفر هستن. یک مادر کلان است، پدر مادر است و 2 تا طفل خورده است. مادر از اینا مریض میشه، میبرن شفاخانه. دکتر میگه مریضیش بسیار خطرناک است، باید ببرین در شفاخانه کلان که عملیات شود. پیسه عملیاتشون بسیار زیاد است. اینا پدر بیچاره ور خطا میشه که خانم از دستم نره، میره. اولادش میگه شما خیلی متوجه مادرتان باشید، من میرم پیسه جمع کرده میایم. میره پیش خویشا و اقاربش که پیسه جمع کرده بیاره. زنای همسایه میاین باید عیادت این مریض. زن بسیار جگرخون میشن، وقت رفتن میگه الله تو را شفا بده، الله حفاظتت کنه، دعا میکنن، میرن. این طفلک ها از زنا که میشنون از مادر کلان خود پرسان میکنن که الله کی است؟ الله شفا میده؟ مادر کلان میگه الله جل جلاله خالق ما و شماست. طفلک ها میگه صدای ما را میشنوه الله؟ میگه الله میشنوه. میرن از قرطاسیه فروشی یک پاکت میخرن، یک نامه نوشته میکنن که بسم الله الرحمن الرحیم از طرف احمد و خدیجه و الله جل جلاله. نوشته میکنن بسم الله الرحمن الرحیم، یا الله به فریاد مادر ما برس که مریض است. پدر ما ناوقت کرد، مریضی مادرم بسیار شدید شده. بیبی جانم گفت که تو رؤوف و رحیم و نهایت مهربان هستی. دعای کسی را که به تو دعا میکنه اجابت میکنی. ای الله ما درخواست میکنیم که به ما امبولانس روان کنی و مادر ما را شفاخانه ببری و عملیات بکنی. یا الله تو دعای ما را قبول بکن. اگر خدایا تو مادر ما را شفا بدی ما بسیار خوش میشیم. خدا نخواسته اگر شفا نیافته مادرم ما تا آخر عمر غمگین و جگرخون میباشیم. نامه را در پاکت مندازن، میبرن در پستخانه. در یک طرفش آدرس خود نوشته میکنن، در طرف دیگه پاکت خالی است، آدرس نداره. مسئولین پستخانه میبینن که آدرس نداره، باز میکنن پاکت، میبینن نامه را که میخوانن که از طرف احمد و خدیجه به الله جل جلاله. وقتی که میخوانن بسیار گریه میکنن. مدیر متوجه میشه که موظفین کلش گریه دارن، چی گپ است؟ میگن بگی نامه را بخون. این که میخونه یم گریان میکنه. میگه خیلی بیاین ما شما یک معاش خوده بگیریم امی مادرتی را عملیات کنیم. در امبولانس تلفن میکنن، امبولانس سوار میشن، میاین که 2 تا طفل در سرک استاد است. با یقین کامل که الله جل جلاله برازیا امبولانس روان میکنه. راننده امبولانس و سواریا که طفلک ها را میبینن نیام گریان میکنن. خلاصه مادر از اینا را میگیرن میبرن تا شفاخانه و علاج میشه. طفلک ها خوشحال میشن میاین. دوستای عزیز ببینیم یقین طفلا را به الله جل جلاله. پدرشان پشت پیسه رفته بود که پیسه بیاره بر عملیات، ولی اینا دامن خدا را محکم گرفتن، به الله جل جلاله تمنا کردن. خداوند اجابت کرد و چقدر زود خداوند به همگی ما شما یقین کامل بده که از خداوند بخواهیم. السلام علیکم و رحمت